سلام، من جواد قارایی هستم. یه ایرانگردم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بکرترین نقاط ایران دارم زیبایی های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم. کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم. هوای کوهستان توی بهار همیشه با تراوت و پر از اکسیژنه، پر از انرژی مثبت. هوا خیلی خوبه ولی من خیلی گشنم. دیشب خیلی خوب خوابیدم و الان به فکر اینم که برم دستوراتمو توی چشمه بشورم و یه صبحونه محلی درست بکنم که تا حالا هیچ وقت تو طبیعت نپختمش. یه صبحونه درجه یک محلی. خیلی خوب خوابیدم. یکی از جذابترین قسمت‌های سفرهای من بخش خوراکه، چرا که سعی می‌کنم در هر سفر خوراک‌های محلی هر جایی رو بخرم یا خودم در طبیعت بپزم و از این نعمت لذیذ که در ایران عزیز تنوع بسیار زیادی داره لذت ببرم. پختن خوراک محلی توی طبیعت به شکلی که به طبیعت آسیبی وارد نشه واقعاً آرام بخشه و افکار بد و خستگی روح آدم رو برای مدتی دور می‌کنه. به به. وسایلمو چیدم برای اینکه یه صبحونه درجه که لکی آماده بکنم. حالا چرا لکی؟ به خاطر اینکه من الان توی لرستان هستم و اینجایی که الان توش قرار دارم مردمان با فرهنگ لک زبان عزیزمون زندگی میکنن و با خودم تصمیم گرفتم که یه صبحونه درجه که لکی آماده بکنم که با حال و هوای اون مردمی که اینجا زندگی میکنن عجین بشه. و اسم این غذایی که من برای صبحانه آماده کردم اسمش هست برساق. مردم لک این منطقه بهش میگن برساق. حالا چرا برساق؟ یعنی اسمش وجه تسمیهش به این معنیه که قوت زانو. اگر خلاصش بکنم میشه قوت زانو، چیزی که وقتی که میخوری باها جون میگیره و میتونی به کوه بری و حالا فعالیتایی که نیازه انجام بدی. این غذا تشکیل شده از آرد که خیلی مهمه، آب و زردچوبه. اینجا رازیانه رو داریم، همینطور یه کمی نمک، شکر و یه چیز خیلی درجه یک. من عاشق اینم، روغن حیوانی یا همون روغن زرد. روغن زرد یا روغن حیوانی از کره ساخته میشه. کره رو وقتی که خیلی میجوشونن، کف شوتوفاله و چیزای اضافه یا دوغو که توش هستش رو میگیرن و تبدیل به یک روغن خالص میشه و این روغن خالص میشه روغن زرد که واقعا هوش از سر خیلی‌ها میبره و خیلی خوشمزه و البته خیلی مقوی. و البته اگر با روغن زرد فعالیت زیاد نداشته باشیم قطعا ضرر داره، به خاطر اینکه خیلی انرژیش بالاه، کالریش بالاه و کلسترولش. خب برای اینکه من این غذا رو آماده بکنم اول باید آرد رو با آب قاطی بکنم. من یه قابلمه اینجا دارم. ظرف و ظروف هم همیشه تکمیله برای سفرهای طبیعت گردیم، برای اینکه آشپزی توی طبیعت یه حال دیگه ای داره. به اندازه‌ای که نیاز دارم من آرد رو تو ظرفم میریزم. فکر کنم که همینقدر کافی باشه و بعد بهش آب اضافه میکنم. یه نکته دیگه ای که هستش اینه که خب اگر به جای آب از شیر استفاده بکنیم خیلی خوشمزه‌تر و مقوی‌تر میشه، اما من اینجا دسترسی به شیر تازه نداشتم و تمایلم نداشتم که از شیرای با ماندگاری بالا استفاده بکنم. به همین دلیل از آب چشمه‌ای که از اینجا آوردم استفاده میکنم و یه خمیر درجه یک اینجا میسازم. باید حسابی آب و آرد رو خوب با هم دیگه مخلوط بکنیم و خوب هم بزنیم
و بعدش ورز بدیم تا دوندون نشه. برساق یا برساق هم البته تو بعضی از نقاط ایران بهش میگن. یه غذاییه که تقریبا فست فود به حساب میاد، یعنی دقیقاً فست فود به حساب میاد، اما یه فست فود کاملا کهنسال و قدیمیه، جزو بخشی از فرهنگ مردمان عزیز لک‌زبان استان لرستانه و این فست فود رو یا غذای سردستی، فست فود کلمه انگلیسیشه و غذای سردستی میشه واژه فارسیش. ما این غذای سردستی رو یعنی مردمان این منطقه وقتی که مثلا کوچ میکردن این رو میپختن، از شب گذشتهش میپختنش و مثل کلوچه‌های کوچیک کوچیک آماده میکردن، میذاشتن گل شالشون و توی مسیرهایی که وقت نداشتن بیستن و غذا درست بکنن از اون استفاده میکردن. بسیار مقویه و خیلی خیلی خوشمزه است و انرژی خیلی زیادی به آدم میده و وقتی که آدم یه چند تا از این برساقا رو بخوره دیگه تمام این کوها رو میتونه زیر پا بگذاره. خب آرد و آبو که حسابی قاطی کردم، الان یه خورده نیاز دارم به زردچوبه. توش زردچوبه میریزم برای اینکه یه خورده طعم بهش بدم و همینطور رنگش رو تغییر بدم و یه رنگ قشنگ بهش بدن. اما میشه از زعفرون هم به جای زردچوبه استفاده کرد، هم طعمش خوشمزه تر میشه و هم رنگش قشنگ تر میشه. اما من تو این سفر به خودم زعفرون نیاوردم و از زردچوبه استفاده میکنم. این هم زردچوبه، البته زردچوبه هم خیلی مفیده. و حالا رازیانه‌مو بهش اضافه میکنم. رازیانه واقعا عطر خیلی خوبی داره. عطر رازیانه آدمو مدهوش میکنه. یه خورده هم نمک بهش اضافه میکنم، نه برای اینکه شور بشه، به خاطر اینکه قراره که این صبحونه خوشمزه یا این نیمچاشت خوشمزه شیرین باشه، اما نمک که بهش اضافه میکنم باعث بهتر شدن طعم شیرینی میشه. نمک هم اضافه کردم و حالا شکر برای شیرینی. میشه از شیره خرما یا شیره توت شیرین هم میشه استفاده کرد برای اینکه شیرین بشه، ولی من به خودم شکر آوردم و فکر میکنم کافیه. حالا همه اینا رو با هم مخلوط میکنم. فکر کنم اگه زعفرون میآوردم خیلی خوشمزه تر میشد، ولی خب اینم به نظر من بد نیست. تا اینجا همه مراحلش و همه اون چیزی که توش باید ریخته بشه دقیقا همون چیزیه که لک‌زبانان عزیزمون ازش استفاده میکنن. اما من یه چیزی دیگه هم آوردم و اون گردوه. گردو هم به خودم آوردم برای اینکه مغذی ترش بکنم. معمولا از گردو توی این برساق استفاده نمیشه، اما من میخوام وسطش گردو بذارم که یه جورایی شبیه کلوچه گردویی بشه و خب مغذی تر میشه و مقوی تر میشه و فکر میکنم خوشمزه تر هم بشه. برای همین گردو هم به خودم آوردم که توش گردو بزنم. چه صبحونه‌ای بزنم من. الان داره شبیه به خمیرت نونوایی میشه که توی دستگاه قشنگ ورز میخوره، به همون شکل یه گوله کامل در اومده. خوب ورزش شدم و اصلا گوله نیست، توش دوندون نیست و یه دسته. نگاه بکنید دور و برم هم کلی بلوط چیدم و همینطور روی میز کارم، به خاطر اینکه بلوط نماد جنگل های زاگرسه و این میوه های بلوط خیلی زیبا هستن و خواستم یه خورده سلیقه به خرج بدم و فضای آشپزخونه طبیعتم رو زیباتر بکنم که هم جذابتر بشه و اینکه کلا آشپزی توی طبیعت خیلی به آدم انرژی میده، اصلا خستگی آدمو در میکنه و فکر آدمو کلا دور میکنه از هر چیزی که انرژی منفی داره و تمرکز آدم وقتی روی آشپزیه خیلی لذت بخش میشه کار و اون لحظات آشپزی به نظر من بخش زیبایی از زندگیه که آدم به آرامش میرسه. با این همه نعمتی که خداوند به آدم داده میتونه یه غذای خیلی خوشمزه درست بکنه و توش سلیقه به خرج بده و تو این طبیعت بی‌نظیر لرستان عزیزمون دیگه چی میخوام از این بهتر. خب فکر میکنم خمیر من آماده است. من دیگه الان باید کم کم روغن زردمو که یک نوع روغن حیوانی طبیعیه که از کره گوسفندی گرفته شده، البته از کره گاوی هم گرفته میشه، بریزم داغ بشه. اینم که تمیزه. گازم هم آماده است. من مطمئنم که الان
خیلی با خودشون میگن که ای کاش یه آتیش خوشگل اینجا روشن کرده بود. خب آتیش نمای زیباتری داره، جذابتره و کار با آتیش خیلی، آتیشی که روی هیزم هستش خیلی جذابتره. اما من معمولا سعی میکنم هیچ وقت توی طبیعت آتیش روشن نکنم و از هیزم ها استفاده نکنم، مخصوصا توی مراتعی که خیلی زرد هستش، یعنی تمام علوفش زرد شده، خشک شده، یا توی جنگل ها وقتی که خشکسالیه. به هیچ عنوان سعی میکنم آتیش روشن نکنم، به خاطر اینکه آتیش روشن کردن توی مراتع و توی جنگل ها بسیار خطرناکه. خودتون خوب میدونید که جنگل های بیرمق کشور عزیزمون، چه توی شمال کشورمون جنگل های هیرکانی، چه توی زاگرس عزیزمون در معرض نابودی هستن جنگل های بلوط زاگرسمون و همینطور شمال. و اون هم به خاطر اینه که خب سال هاست که الان خشکسالی توی کشورمون هستش، ما توی کمربند خشک کره زمین هستیم، ما کلا کشور بی آبی هستیم و جنگل هامون بسیار بسیار محدوده و به خاطر همین سعی میکنم که اصلا توی طبیعت آتیش روشن نکنم و این آتیشی که من اینجا روشن میکنم قطعا باعث آتش سوزی میشه و اگر بخوام یه خوشگذرانی کوچیک با آتیش داشته باشم اون لحظات از بین میره، اما در کنارش امکان داره که تمام این جنگل ها از بین بره، آتیش بگیره و ضرر جبران ناپذیر رو به کشور تحمیل بکنم و به طبیعت کشورمون که واقعا بیرمق هست. به خاطر همین همیشه از گاز و کپسول گاز و از پیکنیک ها و از اجاق‌های خیلی کوچیکی که راحت توی کوله جا میشه و خیلی سبکه استفاده میکنم که به طبیعت آسیب نرسونم و سعی بکنم که توی طبیعت آتیش روشن نکنم. امیدوارم که همه ما این کارو بکنیم و از گاز استفاده بکنیم برای پخت و پز توی طبیعت و باعث آتش سوزی نشیم. ولی اگر 1% یک جایی به هر دلیلی آدم مجبور بشه که آتش روشن بکنه، باید حتما اون رو خاموش بکنیم و مطمئن بشیم که اون آتش خاموش شده و دور تا دورش علوفه خشک یا درختی وجود نداره که باعث آتش سوزی بشه و بخش زیادی از جنگل ها نابود بشه. خب من روغن زردم الان آماده است. چه عطری هم داره نمیدونید، تمام این فضا رو عطر این روغن زرد خوشمزه پر کرده و من الان تا بخش دیگه این آب بشه بهتره که سریعتر چونم رو بگیرم و بعضی میذارن خمیر کاملا میمونه و حسابی ورز میاد، اما خب این یه غذای سردستیه و من میخوام که خیلی نمونه، برای اینکه وقتم خیلی کمه، باید هر چه سریعتر اینجا رو تک بکنم و برم. بنابراین چونه های برساقم رو میگیرم، یه ذره به خودم دستم آرد میزنم که نچسبه به دستم. برساق نباید خیلی بزرگ بشه، یعنی خیلی بزرگ و ضخیم نباید درست بشه، باید یه جورایی شبیه مثلا دونه های شاه بلوط درست بشه برای اینکه خوب مغز پخت بشه و زودم بپزه. فکر می‌کنم اینجوری خوبه. حالا مدل‌های مختلفی می‌پزن، بعضی گرد کوچیک می‌پزن، بعضی شبیه بلوط. من می‌خوام به افتخار همین بلوطایی که کنارشون هستم شبیه بلوط درستشون بکنم و بپزمشون. چونه‌هامو بگیرم، خوب ورزش میدم که یه دست بشه، بعد شبیه بلوط درستش میکنم. خب گردوهارم میذارم لاش، قشنگ شد تلفیقی از گردو، برساق و فرم بلوط. چه باحال شد. همه چی آماده است و من یک بشقاب خوشگل از برساق آماده کردم، روغن محلی و زردم هم که کاملا داغ شده و الان دیگه من اینا رو میخوام دونه دونه بچینم تو روغن. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که باید اینا غرق در روغن بشه برای اینکه کاملا مغز پخت بشه و اگر نازک باشه خیلی بهتره، به خاطر اینکه هم مغز پخت میشه هم روغن کمتری استفاده میکنیم. به من یه خورده بیشتر درست کردم به خاطر اینکه یه بخش صبحونه بخورم و بخش دیگر رو بردارم با خودم توی زمانی که دارم پیمایش میکنم ازش استفاده بکنم به عنوان نیم چاشت یا همون میان وعده. روغنش کف کرد و این نگران نباشید. قوت زانو، برساق یعنی
قوت و توان بدن و زانوه دیگه و اگر اینو بخورم باید تمام این کوه ها رو بدوم وگرنه کلسترول بالای این روغن زرد و این کربوهیدرات منو از پا در میاره. بنابراین من باید اینو از پا در بیارم. خیلی نیاز نیست که خیلی سرخ بشه، خودش میگه که من پختم و بیا منو بخور. یعنی چی؟ یعنی که سرخ میشه و تقریبا رنگش به رنگ پخته نارنجی و سرخ رنگ در میاد. البته اگر توش زعفرون استفاده بکنیم خیلی بیشتر سرخ میشه، ولی فکر میکنم هولوش 5-6 دقیقه اگر با حرارت ملایمی که من الان گذاشتم توی روغن زرد بپزه دیگه برای خوردن آماده است. به به آماده است. نگاه بکنید، برساق من آماده است و اگر میخواید ببینید که برساق چه زمانی آماده میشه تو روغن، باید دقیقاً رنگ بلوط بگیره به خودش، رنگ بلوط‌های همین زاگرس زیبای خودمون. اینا آماده است و من برای اینکه انرژی و گازم رو هدر ندم اینو میبندم گاز رو و اینجا برساقمو که یه صبحونه درجه 1 ایرونیه میچینم روی بشقابم. چه قلقلی میکنه. خب این آماده است. اوه داغه، چه عطری هم داره. حالا من اینو به این شکل درست کردم برساق رو، اما میشه توش خیلی چیزای دیگه هم ریخت. مثلا از گلاب استفاده کرد، از هل استفاده کرد، از زعفرون استفاده کرد یا تلفیقی از همه اینا تا عطر و طعمش خیلی بهتر بشه. کنم دیگه کم کم خنک شده. وای، عطر رازیانش با طعم گردو و این روغن حیوانی واقعا فوق‌العاده‌اش کرده. خیلی خوشمزه است. خیلی یک کلوچه محلی درجه که ایرونیه که هم خوردنش لذت بخشه و هم بهش افتخار میکنم، برای اینکه از چند هزار سال پیش تا حالا تو این کوه‌ها اقوام عزیز ما، لک‌ها، لرها، بختیاری‌ها اینجا زندگی میکردن و با کمترین امکانات سعی کردن که زندگی خوبی داشته باشن و با سلیقه خیلی زیاد زندگی کردن و گذران زندگی کردن تا به امروز رسیدن. و این یکی از افتخارآمیزترین خوراکاییه که من دارم تو زاگرس میخورم. برساق. از خوردن اون صبحانه مقوی به راهم ادامه دادم بدون اینکه کوچکترین زباله‌ای از خودم در طبیعت به جا بگذارم. شیب کوه‌ها و تپه‌ها رو با آرامش پشت سر گذاشتم و برای اینکه از بودن در طبیعت لذت ببرم قدم‌هام رو با دقت برمی‌داشتم تا انرژیمو بیهوده هدر ندم. خسته شدم، ولی خستگیم در رفت با دیدن این چشمانداز بی‌نظیر. بالاخره رسیدم به دشت و دره مقابل مهراب کوه و این آب تنها آبیه که من تو کل این مسیر دیدم. این آب نشأت گرفته از چشمه و آبشار بزرگ مهراب کوه کوچیکه و تنها راهنمای من برای رسیدن به همون آبشاره. من باید این آبو دنبال بکنم تا برسم به آبشار مهراب کوه و شنیدم که یکی از زیباترین چشم‌اندازهای آبشاری رو میتونم اونجا ببینم. امیدوارم بتونم بهش برسم. خیلی خستم ولی پر از هیجان و انرژی.
ریم پر از اکسیژن شده، هوا بسیار با تراوت و تازه است و هیچ خبری از ریزگردها و آلودگی شهر و دود نیست. اینجا هواش خیلی پاکه. یکی از مهمترین نکاتی که باید توی طبیعت‌گری رعایت بکنیم در حقیقت همون تنفسه. اگر بخوایم دیرتر خسته بشیم و به نفس نیفتیم، بهترین کار اینه که درست نفس بکشیم، یعنی که اکسیژن رو و دممون رو کامل باشه، اکسیژن رو کامل و با حجم زیادی به ریه‌هامون ببریم و سعی بکنیم به پایین ریه‌ها فشار بیاریم برای اینکه حجم ریه‌ها بزرگتر بشه و توی این حالت شکممون بزرگ میشه به جای که قفسه سینه بزرگ بشه. بنابراین اگر دید قفسه سینه‌تون بزرگ شده در حال نفس کشیدن، بدونید که درست نفس نمی‌کشید و باید حتما جوری نفس بکشید که هوا و اکسیژن کاملا به سمت انتهای ریه بره و ریه رو از پایین به بالا پر بکنه و در کنارش موقع بازدم سعی بکنیم که کامل اونچه که در ریه ها جمع شده رو به خارج ببریم و ریه هامون رو کاملا تخلیه بکنیم تا دوباره بتونیم یه اکسیژن زیادی رو وارد ریه بکنیم و به این شکل خیلی دیرتر خسته میشیم، خیلی بهتر اکسیژن رسانی میشه به عضلاتمون و حس خیلی بهتری رو خواهیم داشت توی طبیعت‌گردی. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه اینه که توی طبیعت‌گردی و توی کوهنوردی قبل از اینکه تشنمون بشه حتما باید آب بنوشیم، قبل از اینکه گرسنه بشیم حتما باید یک وعده غذایی یا یک خوراکی پر انرژی استفاده بکنیم که زود هضم بشه و زود انرژیش به بدنمون برسه و قبل از اینکه خسته بشیم باید حتما استراحت بکنیم. در غیر این صورت اگر ما تشنه شده باشیم، اگر ما گرسنه شده باشیم و اگر ما خسته شده باشیم و در اون زمان شروع بکنیم به رفع نیاز بدنمون، خیلی دیرتر بدن ما ریکاوری میشه، خیلی دیرتر بدن ما به حالت اولیه برمیگرده و تقریبا کوهنوردی و طبیعت‌گردی خیلی خوشی رو نخواهیم داشت. به عجب درختای بلوط با تراوت و سرسبزی، چقدر زیبان. اینجا رو ببینید چه خبره، چقدر میوه بلوط، نگاه بکنید چقدر زیباست. واقعا به نظر من یکی از زیباترین بذرها و میوه هایی که خداوند توی طبیعت آفریده همین بذر و میوه درخت بلوطه. نمیدونید من چقدر توی طبیعت از این بلوط‌ها تو شرایط مختلف کاشتم، به این امیدی که دارم به این رویشگاه جنگلی زاگرس و به این بلوط‌ها کمک میکنم تا نسلشون از بین نره و بتونم در حد خودم یک قدمی بردارم تا تعداد این درخت‌ها بیشتر بشه. اما بعد از صحبت با چند تا از دوستای گیاهشناسم به این نتیجه رسیدم که این کار فقط یه خوشباوری میاره، به خاطر اینکه خب کاشت بذر و میوه بلوط توسط من یا هر طبیعت دوست دیگه یا توسط طبیعت توی جایی که پر از دام و چرای بیرویه است واقعا بیهوده است، چرا که اجازه رشد به بلوط‌های تازه از خاک بیرون اومده یا نهال‌های کوچیکشون رو اصلا نمیدن و هیچ حفاظتی از رویشگاه‌های طبیعی بلوط و نهال‌هاش نمیشه و دام بدون اینکه ملاحظه بکنه و بدون اینکه متوجه بشه داره چی کار میکنه تمام این نهال‌ها و این ستاک‌های کوچیک بلوط رو میخورن و به کلی از بین میبرن. این بلوط‌هایی که بعضیش رو توی دست من میبینید جون انسان‌های بسیار زیادی رو نجات دادن و کمک بزرگی به انسان و طبیعت کردن، اما شوربختانه ما به اونها از پشت خنجر زدیم. در حقیقت ما به خودمون و آیندگان خنجر زدیم. جنگل‌های بلوط زاگرس اگر نباشه بیشک حال کارون، رود جراحی، مارون، کرخه، سفید رود، زاینده رود، زرین رود، گاماسیاب و سیمین رود و در کنارش حال تمام طبیعت ایران جان خوب نخواهد بود، چون همه ما خوب میدونیم که اجزای اکوسیستمی که در اون زیست میکنیم به هم پیوسته و از هم متأثر هستن.
امیدوارم خداوند خودش از تک تک این درختان زیبای بلوط و تمام جنگل‌های زاگرس، جنگل‌های بلوط زاگرس و جنگل‌های هیرکانی محافظت بکنه، به خاطر اینکه ما واقعا ازش محافظت نمی‌کنیم و قدرش رو نمی‌دونیم. در عصر قاجار به دلیل بیکفایتی و بیلیاقتی پادشاه وقت قاجار و سلطه سیاسی استعمارگران انگلیسی قحطی بسیار گسترده‌ای در ایران جان رخ داد که در اون زمان مهراب کوه و دامنه‌های پوشیده از درختان بلوطش آغوشش رو برای بسیاری از هموطنان مظلوم و قحطی زده باز کرد و باعث زنده موندن بسیاری از انسان‌ها شد. اما حدود نیمی از جمعیت کل ایران به دلیل این قحطی از دنیا رفتن و مهر ننگ اون فاجعه بزرگ تا ابد بر پیشونی خاندان قاجار و انگلستان باقی موند. پیمایش یه مسیر زیبا و راحت در نهایت به دامنه سنگی و سرسخت مهراب کوه کوچیک رسیدم. جایی که من الان ایستادم دقیقاً پای صخره‌ها و دیوارهای زیبای مهراب کوه و من از اینجا به بعد کاملا یک مسیر متفاوتی رو دارم، به خاطر اینکه از اینجا به بعد کاملا صخره و سنگ شیب مسیر بسیار تنده و البته امکان گم شدن من هم خیلی زیاده. سعی می‌کنم که مسیرمو درست برم و از این شیب‌ها با احتیاط بالا برم. اما یه نکته‌ای که خیلی مهمه برای اینکه از این جور شیب‌ها و از این جور صخره‌ها آدم بخواد بره بالا و به هدفش برسه، یکی اینه که مسیر رو بلد باشه یا مسیر رو بتونه بشناسه، دومی که نترسه و به خودش اعتماد داشته باشه و اگر احساس بکنه که نمیتونه این مسیر رو بره حتما باید برگرده و اینجور مسیر رو اصلا بهش قدم نگذاره. و نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که کوله پشتی خودمون رو انقدر خوب چیده باشیم که اون وسایل سنگین به سمت پایین کوله تا به سمت وسطای کوله و چسبیده به بدن باشه و وسایل خیلی سبک رو بالای کوله بگذاریم برای اینکه تعادل حفظ بشه، چون اگر توی این مسیرها وقتی که دست به سنگ میشیم اگر زیر پامون در بره یا تعادلمون به هم بخوره امکان داره که اگر کوله پشتی رو خوب نچیده باشیم وزن زیاد کوله پشتی ما رو به سمت عقب بکشونه و از اون بالا بیافتیم پایین و دیگه چیزی از همون باقی نمیمونه. بنابراین باید کوله پشتی رو خیلی درست بچینیم. و یه نکته دیگه اینه که مواد قندی یا مواد کربوهیدراتی خوبی رو قبلش خورده باشیم و انرژی خوبی داشته باشیم برای اینکه بتونیم مسیر رو بریم، برای اینکه رفتن این مسیر خیلی مهم نیست، مهم برگشت این مسیره. خب از اینجا بعد باید وارد دیوارها و صخره‌ها بشم. مسیر خطرناک و پرشیبی در پیش رو داشتم، برای همین با آرامش و دقت زیادی پیش می‌رفتم. پس از عبور از هر شکاف به شکاف و مسیرهای جدیدی برمیخوردم و همین کار رو برای من دشوارتر می‌کرد، چرا که اگر یک مسیر رو اشتباه می‌رفتم برای من میتونست بسیار خطرناک باشه، چرا که بیشتر شکاف‌های پرشیب مهراب کوه کوچیک به پرتگاه‌های بلند می‌رسید که حتی برگشتن از اونها میتونست جونمو به خطر بیاندازه. بسیار تند بود و گاهی مجبور بودم روی لبه صخره‌ها و پرتگاه‌های بلند و خطرناکی حرکت کنم تا بتونم به هدفم، یعنی زیباترین چشم‌اندازهای مهراب کوه برسم. دیگه نفسام به شماره افتاده بود، اما در نهایت به جایی بر فرازی رسیدم که دیدنش برام باور کردنی نبود.
طبیعت همواره سخاوتمندانه برای دوستدارانش هدایای ارزشمندی داره و تماشای اون چشمانداز بی‌نظیر در اون روز یکی از بهترین هدایایی بود که تا به حال از طبیعت ایران جان گرفته بودم. نمیدونید من تو چه حالی هستم الان. واقعا این چشمانداز بی‌نظیر مهراب‌کوه وقتی که من رسیدم اینجا منو شگفت زده کرده، سحر شدم. انقدر که این چشمانداز زیباست، اون آبشار با اون آبشارهای کوچیکی که بالا دست بشه، این درختایی که لابلای صخره‌ان واقعا منو دیوونه خودشون کردن. من فکرشم نمی‌کردم که اگر بالای این صخره برسم با چون این چشمانداز بی‌نظیری مواجه بشم. ایران خودمون رو نمیشناسیم. این ایران زیبا انقدر بی‌نظیره، انقدر تنوع اقلیمی ما زیاده که واقعا هر گردشگری اگر از خارج از کشور بیاد تو ایران فکر می‌کنه وارد یه کره دیگه‌ای شده. اینجا انقدر تنوع زیبایی و تنوع چشمانداز زیباست که من مطمئنم هیچ کسی که تا حالا وارد ایران نشده باورش نمیشه. خیلی از ایرانی‌ها هم حتی باورشون نمیشه که ایران انقدر چشماندازهای زیبایی داره و متنوع. وای خدا، قشنگ سحر شدم. و این قدرت زیبایی و شگفت انگیزی که توی این طبیعت هست از شکوه و عظمت و قدرت خداوند میاد و من خدا رو واقعا شاکرم که تونستم با پای خودم به این بالا بیام و این چشمانداز زیبا رو ببینم. نگاه بکنید، پام یه خورده داره میلرزه، زیر پام تقریبا 200 متر خالیه و خیلی هیجان زده شدم این بالا. من نگاه کنید چقدر زیباست. اوه، نگاه کنید کف دره چقدر زیباست. آب اون آبشار همینطوری جریان تو اون شکاف و به سمت پایین اومده و پایین کاملا سرسبز کرده و پر از درختای کهنسال بلوطه. اینجا شاید یکی از وحشی ترین و بهترین نقاط کوهستان زاگرسه و من عاشقانه عاشقش شدم. خدایا شکرت.